سلام خانم هاشمی، سلام. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. ممنون. خیلی متشکرم. خوشحالیم. سلام آقا رضا، خیلی خوش اومدید. ممنون. سلامت خیلی خوشحال شدم که شما صحیح و سالم برگشتید به ایران. چی شد خانم هاشمی؟ اصلا این ماجرا از فرودگاه شروع شد ولی یه طوفانی شروع شد. بله، عجب. پس طوفانی به پا شده بود. من رفته بودم اونجا به عنوان امریکن افریکن که ببینم چطور میشه کاخ سفید رو حسینیه کنی به عنوان یه شهروند ولایت مدار، ولی با من طوری رفتار کردن که انگار خواهر مقام عظما هستن. ببخشید، شوهر خواهر مقام عظما هستن. شکنجه‌ای کردن که اصلا نمیتونم به زبون بیارم. شبا وادارم میکردن که بخوابم، صبح وادارم میکردن بیدار شه. عجب. صبحونه میدادن، ناهار میدادن. بعد میگن تو جمهوری اسلامی حقوق بشر رعایت نمیشه، در حالی که تو ایران نه ناهار هست، نه شام، نه صبحونه. به جاش بعد آدمو میزنن که خب این خیلی خوبه. بعد من اونجا زندانی دیدم که 3-4 سال زندانی بوده. 3-4 سال، در صورتی که تو جمهوری اسلامی همون اول اعدام میکنه، راحت میشه آدم. بعد خیلی بد برخورد میکردن، مثل یک متهم باتون برخورد. بله، کاش مثل متهم برخورد میکردن. اونا با من مثل آدم برخورد میکردن. من در اون لحظه احساس میکردم که هویت ولاییمو از دست میدم. سارا خانم و حسین آقا که بیرون بودن، آرزام اون موقع کجا بودین شما؟ از کی میپرسی؟ از من بپرس. آقا رضا پسر اسکل من هسته که تو دامن مقام عظما پرورش پیدا کرده و خصوصیت مقام عظما رو داره. من که ننش باشم اونجا تو زندان بودم، این چاقال بادوم روبروی زندان داشت بیگ مگ دونونه میزد. نگاه نکن، شاتافتو ببند ذلیل مرده. عجب. خانم هاشمی، من می‌خواستم توی سلوک معنوی خود شما احساس کردین که این مثل یک مرحله که باید طی می‌کردین که در تو امریکا این رو دقیق‌تر و ملموس‌تر بشناسید. هی میگفتن your material witness، یک شاهد. خود یعنی شاهد چی؟ تو دیگه چه لاشخوری هستی؟ منو زندان کردن، شکنجه کردن، به تو انگلیسی بلغور کردن، تو به رخ ما میکشی؟ عجب. اما خب به لحاظ سلوکی که داشتم، خب ما تا قبل از این هر وقت عشقمون میکشید میرفتیم واشنگتن با نایاک و مال کشی و اینا کنگر میخوردیم، لنگر مینداختیم. اما دیگه this to memory is not اون to memory. اونا به من میگفتن material witness. حالا انگار من کی هستم؟ خب من یه خبرنگارم تو پرس تیوی که خبرها رو در راستای منویات مقام عظما پرس میکنه. من یه خبرنگارم. حالا در کنارش یه جاسوسی بخور نمیری هم داریم. عجب. انشالله که موفق و مؤید باشید. تشکر میکنم حضورتون در این برنامه. از توجه بینندگان محترم تشکر میکنم. تا هفته آینده روز و شب شما بخیر.